با سلام، داشبورد زانتیا که سه تا پیچ مخفی داره، در پوچ در میاری، پیچ پشتشه و پیچ هم این زیر داره برای هوزینگ بخاری که راحت عوض شه. پیچ وسطش اینجاست، نه همشون در حالت در پیچ داره، در پوچش این شکلیه و در بیاری تا پیچشو بیاری بیرون. پیچ بعدیش هم اون قسمته، موتور برف واکن باید باز بشه اینجا، کلا بیارش بیرون و درپوش بالا. پیچ هوزینگش هم ما بین شلنگ بخاریه اینجاست، این مهرم باید باز بشه که هوزینگ بیاد بیرون، تحت فشار بتونی تعویضش کنی. یه پیچ هم اون قسمت داره اینجاست و این روتیکولر نیاز نیست باز شه. هم داخلش یه پیچ داخل داشبورد داره که اصلا دیده نمیشه، این قسمتش اینجاست که خیلی رو نمیدونن. این پیچ باید 100% باز شه و پیچای این زیر یه میله داره، پیچ این بغل، پیچای این قسمت و پیچی که روبروی داشبورد که الان جا دیده نمیشه. سیم کشیش هم که این شکلیه، سیم کشی تا قبلا سیم کشی رو به حساب عوض کردن. یه لوله داره این بغل، میله رو باز میکنی، هوزینگر رو میکشیم عقب تا بتونیم عوضش کنیم. نیاز به باز کردن روتیکولر هم نیست، تحت فشار یه خورده سخت هست ولی میتونی درش بیاریم. چیز دیگه ای نداره دیگه، مثل پیچای بالا و پیچای پایینی خود دوستش بیشتره.